بسیار رفته اومدن. این زن خانه‌اش را از دست داده است و اکنون در بدر مقامات می‌گردد تا ارزش را شنوند. خیرنسا بزرگ میگوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است، ولی مقامات حفظی حقوق نمیخواهند حق را به حقدار رسانند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومانی قرض میپرسد. همسایه پیشنهاد میکند که خانه آنها به گرو گذاشته شده، از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند، تجارت کرده همه را برمیگردانند. این درخواست 4000 سومانی سبب از دست رفتن خانه $30,000 می شود. همین شوهر من قطعی یک مرد همسایه بگیم، همسایه قطعی مصلحت کردن برای مبلغ گرفتن خانه مرا در گرو ماندن و منزل استقامتی فرزندای مرا. هم مرد که همسایه پول قرض گرفت. اکنون وی با کودکانش در یک ویرانه ارزان اجاره نشین است، ولی از تلاش‌هایش دست نکشیده است. خانه او در کوچه مرکزی شهر کلاب جایگیر بود. وی میانروی همسایه‌اش حکمت‌الله کمالوف را قلابی می‌داند، اما کمالوف میگوید همه آنها را قرض دهنده موجیگل پیرمشوی و فریب کرده است. در شرطنامه‌ای که آنها با پول دهنده موجیگل پیرمشوی و بسته‌اند نام حکمت‌الله کمالوف درج شده، آمده است که کمالوف از پیرمشوی و $13,000 آمریکایی گرفته است. از این مبلغ به خیرنسا همگی 4000 سومانی داده شده است. خونه که $30,000 در شرطنامه نتریس نقش موندگی بود، برای 4000 سومانی ما گرفتیم. 13,000 شرطنامه گرفتگی $11,150 موندگی بود. برای همون خونه 30,000 را پول نگرفتن، یگون دیرم یگون کس ما را نداده. هر باره که خیرنسا از بالای حکمت‌الله کمالوف به دادستان یا دادگاه و میلیسه شکایت برده است، در اول کاری او را جدی سنجیدند، ولی هفته پس مناسبت با عریضه او رنگ دیگر می گرفته است. بعضی وقتی میشه که عریضه ما را 6 ماه 8 ماه در ارگانو مقصد من میکنن، حالی میبینیم، حالی وقت نداریم، حالی مجلس داریم، فلان فلان، بعد 6 هفته کاز نمینویسن میتن. حکمت‌الله کمالوف نفری که در شرطنامه پول گیرنده است، در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است، ولی گفت که پول گرفته او از موجیگل پیرمشوی و نه 13 بلکه $6,000 بود. موجیگل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که او نه 6 بلکه $13,000 به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به $60,000 رسیده بود. در دادستان شهر کلاب هم 3 مرد به شکایت خیرنسا بزرگ پاسخ دادند، اما رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلاب از قضیه خیرنسا بزرگ و اظهار بی‌خبری کرد، هرچند ده ها جواب‌های رد شده شکایت خیرنسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنسا را برای دریافت قوت لایمات به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات می‌گردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.